با عرض سلام، من ربیعی هستم. از شهرستان خرمشهر آمدم. مسئول نخلستان شیرکده هستم. نزدیک به 400 تا نفر خرما دارم اینجا که خودم مسئولشون هستم. کاشان خرما خوب به دست میاد، خرمای خیلی خوب، یعنی با خوزستان میتونی بگی یکیه، فرقی نداره. همونطور که شما دارید مشاهده میکنید. یه لحظه تشریف بیارید جلو. این خرما از بالا افتاده، این زمین سبز شده، اینو میبینید سبز شده. الان این نره، با اینکه حسه همین خرماست ولی نر شده. چطوری نر شده؟ حالا من قشنگ بعد بهتون توضیح میدم، چون حسه هم خوشبختانه من پیدا کردم، بهتون میرم جریان چه. این ماده است، نگاه کنید، پهنه، این ماده است و این نره. من لازم به ذکر است، چون این الان حسه از این درخت افتاده، دلیل نمیشه که این مثل مادره در بیاد، یعنی مضافتی، شاید زاهدی در بیاد، شاید چیزهای دیگه هم در بیاد. اشی بیارید شما جلو. حسه رو اگر همینطوری بکاریم، همینطوری گذاشتیم زمین، این ماده در میاد. و اگر اینطوری گذاشتیم که اگر دقت بکنید اینجا یه سوراخ ریزی داره، این نر در میاد. پس به این نتیجه میرسیم که حسه رو ما اگر اینطوری بکاریم نر در میاد، اینطوری بکاریم ماده در میاد. ولی اصلا دلیل نمیشه، چون شما خرمایی که خوردید مضافتی بوده، مضافتی به دست میاره، شاید چیزهای دیگه در بیاد، ولی طرز نر و مادهش همینه. حالا اون دیگه هرچی هست دست خداست.